یکی بود یکی نبود. یک شهری بود که هر والی و حاکمی میرفت آنجا و ظلم میکرد. مردم شهر به تنگ می آمدند و دعا می کردند آن حاکم و والی ظالم بمیرد و از بین برود. خلیفه از بس حاکم فرستاده بود ذله شده بود و گفت اصلا بگذار آن شهر بدون والی بماند. اما یک مردی رفت پیش خلیفه و گفت حکومت این شهر حاکم کش را به من بده. خلیفه گفت میمیری ها. مرد گفت عیبی ندارد. خلیفه هم او را فرستاد به حکومت شهر حاکم کش. حاکم جدید آمد و فهمید بله، علت درگیر بودن یا اجابت شدن دعای مردم این شهر این است که فقط مال حلال میخورند و پیش خود گفت اگر کاری کنم که این مردم مثل مردم جاهای دیگر حرامخوار شوند، آن وقت خدا ظالم را بر آنها مسلط می کند و دیگر به دادشان نمی رسد و دعایشان گیرا نمی شود. با این فکر آمد و شروع کرد به حکومت. مالیات ها را کم کرد و هرچه پول مالیات جمع کرد همه را برد ریخت وسط میدان شهر. بعد دستور داد جار زدن که هر کس هرچه توانست و زورش رسید بیاید از این پولها ببرد. مردم هم که طمع برشان داشت حمله آوردند برای پولها، اما چون آن پولها مال حرام بود آنها حرامخوار شدند. نظر خدا هم از روی آنها برداشته شد. ظلم به آنها مسلط شد. بعد حاکم هم با خیال راحت شروع کرد به ظلم کردن. ماند تا یک مدتی خلیفه دید که این حاکم جدید نه تنها نمرد بلکه هر سال از سال پیش بیشتر مالیات میفرستد. علتش را جویا شد. حاکم قضیه را به او گفت. این است که گفتند ظلم ظالم سببش نیت و عمل خود مردم است. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. لطفاً اگه از داستان خوشتون اومده حتما چنل رو لایک و سابسکرایب کنید.